اینا برادرو گوی الله گوساله‌های یک تاش نره یک تاش مودا. اینا گوساله سرخ، اینه هر دش گوساله‌های سرخه. مانا ایش نره، اینه ایش مودا. گوی شیردوری خوبه. خبر چیزی. مانا ایش مودا. نه ایش نره. سختی هست. کسی مولکنه ایشالله رحمت میگه. گوام گوی شیردوره. دودم تربیه کنه ای 10 تا بولو شیر میتید. به غرض گوسولوش 8 لیتر بو میجوشیم شن. 8 لیتر میجوشیم. تربیت نقدوشه که تربیه کی نکردی 1 لیتر شیر هم نمیتید. نه زویدگان 2 هفته ش زویدگیشون. انا برادرو گوام گوی خوبه 3 گوساله کدگی هست. ولی جوشیدنش هم نشون میتیم. مسئله جوشیدنش 100 خویده. هر گوساله شیرمست دیگه هم. هر چه بنده جو. جانشم اگر پرابلم نداره. اینه که خواهم از کار میکنم. ده چوچی دیگه است. شیشم قوس خوشروی است. استاب نکن. من دندانوش هم نشون میتیم. من دندانوش. دوستان. من دندانوش. یوشای سیون گوسالشه. من گوساله هم گوساله خوبه. مولی گنده نیست. مولی خدای ملکنی شلو رحمت میگه. سرت گوساله‌اش باید بردگاه مکه. سرتش هم. برادرو گوی چورنی پیاز داره. چورنی پیاز داره 7 لیتر شیر میتیه. با بغوزه. اینا گوساله‌اش غنوجینی فسونه. غنوجینی 4 ماهش دیگه. غنوجینی برای ملکنی عجیب بود مول میشه نکی. مولی در روزی خوشرویه. نرخی این مولا 12,500 سومون میگیم با معامله داره. 12,500 میگیم معامله داره. 100 نه غنوجینی عجیب بود میشه برای گوکنی. همه odای ملکم باشه شلو رحمت میگه. سرتشه با 2 ماه شد به قرفتگی های سالش 4 ماه های سالش میمکه سیوم گوسالش های 2 تزویدگی این سیوم شد دندونوش نشون میتیم سب سفید شد سری دندون زدگی نیست مسئله جوشیدن شد اینه 2 تای دیگه هست شیشم شیری غوص خوشبیه برای اهلی اصول جوشیش همش 100 خویده